سرخط خبرهای مهم. ایرانیان از ثبت نام حتمی در تاجیکستان آزاد شدند. پیشنهاد نو به دومای روسیه. دانستن زبان روسیه یکی از شرط‌های گرفتن شهروندی روسیه خواهد بود. و زنی را که می‌خواست کودکش را فروشد دستگیر کردند. سلام بیننده‌های گرامی، شما نویدی بامدادی را تماشا دارید. امروز پنجشنبه 12 ایون. شهروندان ایران از ثبت نام حتمی در تاجیکستان آزاد شدند. من بعد شهروندان ایران می توانند تا 30 روز بدون ثبت نام در تاجیکستان بمانند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان با پخش یک اظهارات گفت در اساس معامله به مثل با قرار تاجیکستان از 29 می سال روان درباره قاعده‌های وارد شدن به تاجیکستان بود و باش برآمدن شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند از جمهوری تاجیکستان و گذشتن ترانزیتی آنها توسط حدود جمهوری تاجیکستان سرخط سیوم با مضمون جمهوری اسلامی ایران برای 30 روز وارد کرده شد. تاجیکستان و ایران ماه فوریه امسال روادید برای شهروندان همدیگر را بیکار کردند. اما سفر بدون ویزا به ایران تنها از طریق راه هوایی میان دو کشور امکان پذیر است. میان تاجیکستان و ایران فعلا هفته 3 پرواز هست. در ولایت سوخت یک زن را که میخواست دخترچه 4 سالش را بفروشد بازداشت کردند. رئیس وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت گفت این زن ساکن 27 ساله دهاتی آفچی قلعچه بوده میخواست که دخترچه خردسالش را بر عوض 14800 سومانی و یک منزل استقامتی در شهر خوجند بفروشد. زن هنگامی به دست آوردن مبلغ پیشکی موافقه شده از جانب میلیسیای شهر خوجند بازداشت شد. خبر می‌دهد منبع. کودکی که مادر تلاش فروختنش را داشت فرزند دوم از عائله دوم زن بوده است. در نواری که رئیست وزارت در ولایت سوخت نشر کرد، زن متهم اقرار می شود که خطا بودن کارش را نمیدانست و کسی هم او را آگاه و از راهش باز نداشته است. اما در چه شرایط ثبت شدن نواری اقرار زن و نظر پیوندان او به حادثه معلوم نیست. فعلا نسبت او برای خرید و فروش نابالغان پرونده جنایتی آغاز شده، خود او در حبس پیشکی قرار دارد. خرید و فروش نابالغ در سوخت بار اول نیست. 21 اکتبر سال گذشته میلیسیای سوخت ساکن 26 ساله ناحیه باباجان غفورов را با جرم کودک فروشی بازداشت کرده بود. همچنین سپتامبر همان سال یک ساکن جماعت دهاتی افتخار ناحیه اش نیز برای تلاش فروش کودک خود بازداشت شد. مقامات آن زمان گفتند که این زن میخواست کودکش را بر عوض 15000 سومانی فروشد و هنگام گرفتن 5000 سومانی از جانب میلیسیای اش بازداشت گردید. وکیلان دومای دولتی روسیه طرح قانونی را پیشنهاد کردند که طبق آن برای یک قطار شهروندان خارجی دانستن زبان روسی یکی از شرط‌های گرفتن شهروندی روسیه خواهد بود. طرح این قانون را یاروسلاو نیلوف نماینده حزب لیبرال دموکراتی روسیه پیشنهاد کرده است. حالا در روسیه افرادی که خود یا پیوندانشان در شوروی تولد شده و زندگی کردند یا با شهروندی روسیه عقد نکاح و فرزند عمومی داشته باشند با ترتیب ساده کرده شده شهروندی دادن می شود. اما طبق طرح اخیراً پیشنهاد کرده نمایندگان حزب لیبرال دموکراتی روسیه به این بند قانونگذاری تغییرات وارد کرده شده. به این افراد نیز برای گرفتن شهروندی طلبات حتمی دانستن زبان روسی جاری کرده می شود. مؤلفان طرح قانون ادعا کردند که همین راه‌های رسمی گرفتن شهروندی روسیه با ترتیب ساده کرده شده باعث به مشکلات می شوند. به گفته آنها سبب اکثر مشکلات در مهاجرت ندانستن زبان روسی از جانب مهاجران از جمله سابق شهروندان شوروی بوده. این طرح قانون به حل همین مسئله روانه شده است. طلبگاران گرفتن شهروندی و شناسنامه روسیه باید برای هر یک امتحان 2950 روبل جمع 5900 روبل سپارند. نرخ امتحان ها برای گرفتن اجازه‌نامه زیستی موقتی در روسیه 5900 روبل و اجازه‌نامه کار 3800 روبل تعیین شده است.
ایلون ماسک میلیاردر و صاحب شبکه ایکس از برخی نوشته‌هایش در شبکه اجتماعی زیر نظرش در نسبت به دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا عذرخواهی کرد. او در نوشته از روز 11 ایون در صفحه‌اش در شبکه ایکس گفته است که پشیمان است و در برخی نوشته‌هایش از حد گذرانده است. جنجال لفظی ماسک و ترامپ در شبکه اجتماعی پس از آن آغاز شد که میلیاردر از مقام رهبریش در اداره موثریت کاری حکومت استعفا داد. ماسک طرح قانون درباره بودجه که آن تمدید امتیاز به اندازه‌برندگان و افزایش قرض آمریکا را پیش بینی می‌کند سخت تنقید کرد. روز 5 ایون ماسک ترامپ را در شبکه ایکس و ترامپ او را در شبکه ترو سوشال تنقید کردند. ترامپ در نوشته گفت که ماسک دیوانه شده است و مبلغ‌گذاری دولتی به برخی طرح‌های او را قطع می‌کند. ماسک پیشنهاد کرد که ترامپ ایمپیچمنت یعنی از وظیفه پرزیدنتی برکنار شود. ایلون ماسک یکی از پشتیبان‌های اصلی دونالد ترامپ در معرکه انتخابات پرزیدنتی بود. معلوم نیست که تا کجا عذرخواهی ایلون ماسک جنجال میان دو چهره تاثیرگذار در آمریکا را کمتر می‌کند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز 12 ایون خبر می‌دهد. 12 ایون سال 1990 در حالی که اتحاد شوروی آخرین نفسش را میکشید، قانونی نوی مطبوعات قبول شد که از جمله سانسور یا سنزور تا آن زمان دوامی نزدیک 70 سال عمل کننده را بیکار کرد. در یک سال بعدش در حدود SSSR بیش از 1800 روزنامه و مجله نو به قید گرفته شد. در دهه 1990 در تاجیکستان هم روزنامه‌های تازه از قبیل چراغ روز، عدالت، هفتگنج، رستاخیز، جام جم، سخن، ندای رنجبر، گل از تاجیکستان و دیگرها تأسیس یافتند که هر یک برای پوشش مسائل داغ جامعه سهمگذار شد. 12 ایون با تشبث سازمان ملل متحد روز مبارزه با کار کودک اعلان شده است که مقصدش ایجاد امنیت اجتماعی کودکان و تأمین حقوق آنها به کار و زندگی است. نزدیک 3.1 یا 1.5 میلیارد کودک در جهان حمایت اجتماعی ندارند و تاجیکستان با وجود قانون‌های تأمین کننده حقوق کودکش به گروه کشورهای داخل می شود که هزارها نابالغش مجبورند برای تأمین روزی خود و عائله در بازار سیاهی کار مشقت کشند. روز 12 ایون سال 2016 ادوکات اسحاق تبر وکیل دفاع صاحبکار زندانی زید سعیدов درگذشت. طبیبان سبب مرگ حقوقشناس 61 ساله را سکته قلبی گفتند، ولی به باور نزدیکانش حکم 29 سال زندان زیر حمایه‌اش و بعد این حبس شدن دو پسر خود حقوقشناس معروف به سلامتی او تأثیر سنگینی گذاشت. تبرف را از وکیلان سرسپرده کسب و قانون میشناسند. بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 126 سومانی، 100 یورو 1143 سومانی و 100 دلار را 1000 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.